سرخط مهمترین خبرها: جنگ ها در پنجشیر، طالبان عقب رانده شدند. ازبکستان احتمال خلبان های افغان را به طالبان تسلیم کند و امید نزدیکان زندانیان از قانون عفو. سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. من مولا رجب یوسفی هستم. شرح بیشتر خبرها: شب گذشته از دره پنجشیر افغانستان خبر آمد است که نیروهای مقاومت با رهبری احمدی مسعود با طالبان زد و خورد داشتند. دو عضو بلندپایه نیروهای ضد طالب به خبرگزاری رایترز گفتند که شب سه‌شنبه به چهارشنبه 31 آگوست هنگام تلاش نیروهای طالبان برای ورود به وادی پنجشیر به کمیش 7 جنگی آنها کشته شدند. فهیمی دشتی، سخنگوی نیروهای مقاومت ملی که از طرف احمد مسعود پسر فرمانده مشهور افغانستان احمد شاه مسعود رهبری می شود، گفت که زد و خوردها در درآمدگاه غربی وادی صورت گرفته پس از آن رخ دادند که طالبان به نیروهای مسعود حمله کردند. وی افزود حمله که احتمالاً برای آزمایش موقع‌های دفاعی وادی به عمل آمد با کشته شدن 8 جنگی طالبان و زخمی گشتن همین تعداد آنها و مجروح شدن 2 عضو نیروهای پنجشیر پایان یافت. از زمان سقوط کابل در روز 15 آگوست پنجشیر یگانه ولایتی است که به طالبان تسلیم نشد و ضد آنها می‌جنگد، هرچند در ولایت بغلان همسایه آن نیز درگیری‌های میان طالبان و نیروهای محلی سر زده بود. سخنگوی طالبان برای شرح این خبر دسترس نشد. مسعود پسر فرمانده سابق مجاهدین ضد شوروی احمد شاه مسعود با نیروی چندین هزار نفره خود که از شبه نظامیان محلی و باقی مانده های ارتش و نیروهای ویژه افغانستان ترکیب یافته است، وادی پنجشیر را به استحکام ضد طالبان تبدیل داده است. وی خواستار گفت و شنید با طالبان شد، اما گفته است که در صورت حمله به ولایت آنها در وادی تنگ کوهستان نیروهایش مقاومت خواهند کرد. شماره زیادی جنگیان طالبان به این منطقه انتقال داده شده، اما دو جانب تاکنون مشغول گفت و شنید هستند. امروز 1 سپتامبر در تاجیکستان روز دانش است و در مکتب و دانشگاه‌های کشور درس آغاز شد. 10 نفر این صبح به درس می‌شتافتند و کوچه‌های دوشنبه نیز سیرآدم بود. یک قسم دانشجویان سال نو تحصیل را در مرشیروفکا آغاز کردند. آنها بعد 9 سپتامبر و تجلیل جشن استقلالیت به درس برمیگردند. همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و در برنامه اخبار برایتان گزارش مفصل پیشنهاد می‌کنیم. نورلان ارمکبای وزیر دفاع قزاقستان در پی ترکش‌های اخیر در یک انبار نظامی که باعث کشته شدن 15 نفر شد به استعفا رفت. نامه استعفای ارمکبای را روز 31 آگوست پرزیدنت آن کشور قاسم جمارت توقیف امضا کرد. وزارت حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان خبر داده است که در پایگاه نظامی ولایت جنبول این کشور که اخیراً ترکش به عمل آمده بود، جسد یک تن دیگر را پیدا کردند، ولی شخصیت آن هنوز معلوم نیست. همین طریق شمار قربانیان ترکش به 15 نفر رسید. آمده است در اطلاعیه وزارت در میان هلاک شده ها کارمندان وزارتی حالت‌های فوق‌العاده، پایگاه نظامی و دادستانی حربی قزاقستان نیز هستند. سلسله ترکش ها و سوختار در پایگاه‌های نظامی در جنوب قزاقستان 26 آگوست به عمل آمده. در اول درباره کشته شدن 5 نفر و زخمی گشتن 90 تن دیگر خبر داده میشد. روز 26 آگوست ارمکبایف در یک نشست خبری گفت که هنوز سبب سر زدن سوختار در انبار نظامی واقع در شهر ارسی ولایت جنبول معلوم نیست و همه فرضیه ها از جمله یک عمل مخصوص تحریض شده بودن این حادثه تحقیق می شود. در نظر است که روز دوشنبه آینده پارلمان تاجیکستان قانون درباره افراد تصویب کند. این سند بعد امضا از سوی رئیس جمهور به اجرا می درآید. خبر افت که چند ماه پیش آوازه ها در اطرافش زیاد است هنوز رسما نشر نشده است. سوالهای زیادی درباره این قانون افت وجود دارد، سوالهایی که نزدیکان زندانیان و احتمالاً خود محبوسان با آن پاسخ می‌جویند. یک سوال اساسی این است که آیا آنهایی که با ماده 307 زندانی شدند به آزادی میبرایند؟ ما این موضوع را پیگیری داریم. حالا بیایید انتظار والدین چند محبوس را از قانون عفو با هم ببینیم. هر وقتی که من میام چند قمه قینه اومدن، پدرش مرد ندید، همین خیلی قینیگری ما در وزنی غلطیدگی برای همین شنویدم همین چی پرزیدنت به حد خرسان شدم. خدا همه همین بچه های همین دارم ببروین خشی و خرساندی را همین مادر و خرسان شوند. ما جناب به حد می نداریم که این قانون ابرو آورده است. در وقتی جواب میتونن باید یارو در نظارت بگیرن که با قانون شکنی نکنن، کانستیتوسیون را بخونن، قانون را اجرا کنن. این خیلی خوبه.
برای خلق. ما عادت کردگی با مردم با هم کارش کردم دیگه. بسیارش به گناه رفته، کسی که به گناه رفته همونا با بر وقترک ببرن پیش زن فرزند خودشون، پیش اویله خودشون. دمایی که بسیار سروک دادن، البته چند کم میکنن، چی کم میکنن، همه ما انتظار داریم که بشنویم که پسری من چند سال دیگهش کم میشود. همه هر زمان تلویزیون میمونم نگاه میکنم، هر زمان رادیو رو گوش میدم، لیکن من هیچی نمیدونم. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان خبر داد که 4 حزب سیاسی این کشور قصد اشتراک در انتخابات پارلمانی را دارند. با آگاهی خدمات مطبوعاتی کمیسیون، حزب الیانس، حزب سبز قرقیزستان، جراتمند ال و حزب وطن دوستی وحدت قرقیزستان روز 31 آگوست این نهاد را رسما آگاه کردند که در انتخابات پارلمانی قرقیزستان شرکت خواهند کرد. از این پیش حزب‌های سوسیال دموکراتی، اولوتر بیرمدگی و اشینیم از آمادگی خود برای اشتراک در انتخابات پارلمانی قرقیزستان خبر داده بودند. پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف روز 29 آگوست فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را در روز 28 نوامبر سال روان را امضا کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان گفت که حزب‌های سیاسی در دوام 5 روز بعد امضای فرمان باید این نهاد را آگاه کنند که در انتخابات اشتراک خواهند کرد یا نه. طبق تغییرات اخیر به قانونگذاری قرقیزستان، پارلمان نوی آن کشور دارای 90 وکیل خواهد بود. و مقامات نظامی عدلیه ایران گفتند در رابطه با ویدیوهای شکنجه محبوسان در زندان اوینی تهران 2 نفر حبس و 4 تن دیگر به شرط بیرون نرفتن از مکان زیست بازداشت شدند. اسم و وظیفه‌های آنها فاش نمی شود. چند پیش گروه رهنگران عدالت علی دستگاه‌های ثبت ویدیوهای زندان اوین را شکسته نوارهای لطوکوب شدید زندانی ها را در اینترنت نشر کرد. روز 30 آگوست خبرگزاری میزان گفت که در رابطه با این نوارها 6 نفر به جوابگیری جنایی جلب شدند. سازمان حقوق امنیستی اینترنشنال گفت که در مجموع 16 پاره ویدیو را تماشا و تحقیق کرده به خلاصه آمده است که این همه نوارها دلیل تکان دهنده لطوکوب، آزار جنسی، نادیده گرفتن احتیاج به یاری طبی می باشند. این سازمان میگوید که اتاق‌های زندان فوق‌العاده سیرآدم بوده، محبوسان در شرایط غیر انسانی نگهداری می شوند. این سازمان عین زمان با تأسف میگوید که این همه نوارها تنها چکره از بحرند و عمق مشکل از جامعه پنهان میماند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 سپتامبر را فرا میگیرد. 1 сентябри соли 2018 президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дар як пешниҳоди ғайримунтазира хост ки духтурони дандон, кормандони кошонаҳои ҳусн ва сартарошҳоеро ки боиси ба бемории сирояти печидани сокинон мешаванд ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашанд. эмомалӣ раҳмон гуфт дар кишвар беш аз 250 маркази хусусии табобати дандон фаъол аст ки вазъи қисме аз онҳо ташвишовар мебошад. як сол баъдаш додситонӣ гузориш дод ки беш аз 100 корманди кошонаҳои ҳусн ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. 1 сентябри соли 2016 Дмитрий Медведев, нахуст-вазири Русия, аз теъдоди зиёди номзадҳо ва докторҳои илм дар Тоҷикистон тааҷҷуб карда гуфт ки ин ҳолатҳо бояд санҷида шаванд. ин замоне буд ки донишмандону муҳаққиқони тоҷик барои ҳимояи рисолаҳои илмӣ ба Комиссиони Олии Аттестатсионии Академияи илмҳои Русия муроҷиат мекарданд. дере нагузашта пойгоҳи таҳқиқоти Дисернет даҳо олимон ва ҳам мақомдорони баландпояи тоҷикро дар плагиат ё дуздии осори илмии дигар донишмандон муттаҳам намуд. 1 сентябр дар Тоҷикистон рӯзи дониш аст, чун дар ҳамин рӯз садҳо ҳазор шогирдон соли нави таҳсилро дар мактабу донишгоҳҳои кишвар шурӯъ мекунанд. сатҳи донишомӯзии шогирдонро дар Тоҷикистон ба хотири мушкилоти иқтисодии хонаводаҳо ва ҳам дахолати давлат ба ҷараёни таълим ва сиёсатзада кардани он интиқод мекунанд. قرب پول ملی تاجیکستان سامانه نسبت به دلار امروز نیز تغییر نیافت. ارزش روبل روسی یک کم بالا رفته است. بیننده عزیز، رسیدیم به پایان برنامه نوید بامداد. سامانه ما با نشان www.azadi.org در خدمت شماست. تشکر که با ما هستید.